سلام دوستان، روز شما بخیر. امروز میخوام یه دسر با برگه زردآلو درست کنم. برگه زردآلو دارای ویتامین آ، ویتامین ای و ویتامین سی و دارای مقداری فیبر هست که ویتامین آ برای بینایی خوب هست و هم ویتامین ای و سی برای سلامتی پوست و فیبر هم کمک میکنه به هضم بهتر غذا. طرز تهیه‌اش به این شکله که مقداری برگه زردآلو رو با آب میگذاریم پخته بشه، سپس مقداری کره اضافه میکنیم و یک کم تفت میدیم و مقداری گردو و بادام هندی خرد شده اضافه میکنیم و باز تفت میدیم و در آخر هم به شیره خرما یا شیره انگور اضافه میکنیم و به مدت 1-2 دقیقه تفت میدیم و نوش جان میکنیم. این دسر تقریبا دارای طعم ترش و شیرین هست. البته اگه بخواید بیشتر شیرین بشه میتونید شیره رو بیشتر اضافه کنید.